سلام دوستان، عزیز، خوش اومدید به چنل خودتون، چنل زامبوزو. امروز قراره اتچمنت بوک هم چیزی یاد بگیریم. خب بچه ها، این چند تا کجا میان؟ میتونیم از این ویلیجرها خرید کنیم. این چند تا رو خیلی ساده که این الان فورچون یه همچین چیزی، فورچون آیوی بکنم یا پروتکشن میفروشه، هر کدوم یه چند میفروشه. خب اولین این چند که ما میتونیم با این تیزا و اینکه آره به راحتی انچنت کنیم واسه لول میدیم و این انچنت میشه که الان اتکش 9 و اگه بریم ما شمشیر امبرایتی رو برداریم میبینیم که اتچمنتش که اتکش 8، یعنی ما با این کارمون قدرت اینو بیشتر کردیم و شارپنس 1 بهش دادیم. خب ولی اتچمنت وقتی که بهش میدیم، مثلا اگه شارپنس آیوی بدیم خیلی قوی میشه. خب بچه ها، این که میبینید من اسمش نمیتونم بخونم، هر وقت این رو شمشیرتون، کلاهتون، هرچی اووردید تا میمیرید کلا دی اسپام میشه وسیلتون. این به درد مثلا سرور بازی کردن نمیخوره، ولی تو سرور خیلی به درد میخوره که کسی وسیلتون رو بر نداره. خب کلاه اتچمنتشو بگیم. خب اولی، خب برداشتن این ما میتونیم زیر آب بیشتر نفس بکشیم یا یه همچین چیزی فکر کنم که خیلی خوبه. خب با این هم میتونیم زیر آب سریعتر راه بریم. خب این یعنی شنا کنیم. خب بعدی، خب یه حفاظت کلی بهمون میده که مثلا کسی تو سرمون نزنه. خب مهمترین مندین که با ایکس پی میتونیم شارژش کنیم، یعنی اصلا هیچ وقت خراب نشه، و آمبرکینگ که قدرت وسیله‌مون رو میبره بالا. مندینگ و آمبرکینگ رو تمام وسایل انچنت بیارید، چون بهترینشون همینن. بعضی انچنت ها مثلا که مثلا با مندینگ سازگار نیستن و نمیشه با هم مثلا مندینگ و اون رو هم بندازیم. خب میبینید که ما اینطوری میتونیم اینا رو با هم مثلا رو هم بندازیم و میبینید که هر سری 4 تا الان لول گرفت و این سری هم 15 تا لول گرفت که یه همچین کلاهی پر از انچنت بهمون بده. بله. خب دیگه بریم سراغ بعدی. خب اولی مندینگی که میدونید با ایکس میشه شارژش کرد. پروتکشن که خیلی خوبه، گفتم خیلی خوبه و جونش کلا هم قویش میکنه کلا دیگه. و تورزم که آخرش دیگه، تورز آخریش که اگه کسی بهتون، بله همین تورز 3 که اگه کسی بهتون دمیج زد خودش هم یه دمیج میبینه. خب این هم از چست پلیتمون. بریم سراغ خب گوش کن، این همون چیزایی که رو چست پلیت انداختیم هم رو میندازیم دیگه. مندی میخواد، آمبرکینگ میخواد و تورزم میندازیم، پروتکشن و تورزم میندازیم دیگه. خب این شلوار رو، خب بچه یه نکته بهتون بگم، اگه تورز انداختید زودتر خراب میشه وسیلتون، اینم بدونید. ولی چیز خوبیه دیگه، کسی بهتون دمیج زد خودش دمیج میبینه. خب مهمترین کفش، یعنی کفش بوتس که منی میزنیم، آبرنکینگ میزنیم، فیدر فالینگ از ارتفاع بیفتیم هیچیمون نمیشه. پروتکشن هم که همونه، هیچیمون نمیشه نداره، یعنی قوی تریم دیگه بالاخره. والکر اون بالا سمت راست اگه روش راه بریم و این دوتا نمیشه رو هم زد. والکر آب تبدیل به یخ میکنه و اون یکی این دوتا نمیشه بزنید رو هم. اون یکی تو سریعتر زیر آب میتونیم راه بریم که ما همین بذاریم اینجا، اینا رو بندازیم رو هم. بچه‌ها اینا رو همه رو یادداشت کنین، اسمایی که میاد تمام یادداشت کنین، چون واقعا اگه این لباسا رو بپوشید هیچ کسی نمیتونه زورش به شما نمیرسه تو این دنیا یه ماینکرافت. خب میایم سر اصل مطلب. به طرف آمبرکینگ که قدرتش بیشتر میکنه، مندی با ایکس پی شارژ میشه، لوت بیشتری بهتون میده، فایر نمیم چی، فایر هم که گفتم آتیش میزنه و آخری هم که پرتاب میکنه طرفو. بچه این شمشیر واقعا
با یک ضربه هر مابیا میخوابونن، یعنی بیشتر مابا رو میخوابونن. شاید مثلا ویدر هم نمیدونم، ولی قطعا اونم خیلی آسون تر میشه کشتش. شاید مثلا اینو به یک دونه ماب بزنین اینا نمیزنم بهش، بزنید که تموم میشه. خب شارپنس که اگه میخواین باش حمله کنید بذارید قوی میشه. آنبرکینگ و منی که باید باشه. اینفینیتی هم افیشنسی این افیشنسی هم سرعت لوتتون رو بیشتر میکنه. خب اولی سیلک تاچ، خود بلاک ها میتونید بکنید، مثلا استون، خود مثلا استون رو دست بیارید. خب فورچون رو بزنید، مثلا یه آهن بکنید ممکنه 2 تا آهن بهتون بده. و مندینگ که هم گفتم با ایکس پی شارژ میشه. آنبرکینگ هم همینطور. افیشنسی هم که تندتر میکنه. خب بیل و هو شکل همن، یه آنبرکینگ، یه افیشنسی که سریع بکنه و مندینگ همینو میخواد. هم دقیقا همونو میخواد، چون چیز دیگه بزنید روش فقط اون وسیله شما گرون در میاد. یعنی شما با خرید این وسایل هم لولتون میره، هم دایمنداتون دیگه، هم امرالداتون. خب بچه‌ها اینفینیتی و مندیگو نمیشه رو هم انداخت. اینفینیتی چیه؟ شما با یه تیر میتونید بی‌نهایت تیر شلیک کنید. اینجا پاور یه همچین چیزی، دمیجش زیادتر میکنه. پاور یه همچین چیزی، پاور فکر کنم درستشه. مندینگ و اینفینیتی رو نمیشه رو هم انداختیم، چون هم نمیشه هم با تیر بتونی با یه تیر بتونی شلیک کنی، هم بتونی با ایکس پی شارژش کنی. خب اینو بذاریم سر جاش و من اینفینیتی انتخاب میکنم. خب ما آنبرکینگ و فلیم بریم آتیش میزنه. خب پانچ نمیدونم اینا برای تیر کمون زیاد به اسمشون بلد نیستم. پانچم طرفو پرت میکنه. آنبرکینگ این ماهی براتون سریعتر میاد. مندینگ هم که میدونید و اینم چیز میکنه، آیتمای کمیابو بهتون بیشتر میده. برای سپر اصلا به نظر من نندازید اتچمنتی، یا چون بخواید با چوب و آهن سریع درست میشه، ولی مندینگ و آنبرکینگ بندازید. برای الایترو هم که خراب نه، چون خیلی زود جونش کم میشه، آنبرکینگ و مندینگ فقط پیشنهاد میکنم. برای ترندید همه اینه لازم نیست، ولی من یک بار روز اینا بیاد پایین، من یک بار تمامشون با اسم براتون، شما از همین اسکرین شات رو بگیرید. امپالینگ وی به دمیج به موجودات دریایی بیشتر میده. ریپ تید یه همچین چیزی، تو بارونی مثلا اگه پرتابش کنید میتونید پرواز کنید. و چنلینگ هم اگه بارون بیاد میتونید رعد بزنید همون که میتونید. و لویا تی همچین چیزی اولش لو داره که میتونید دور دستتون بیاد. و برای پودکم که شما هر چیزی برای شمشیرتون انداختید برای اونم بندازید دیگه. شارپنس و مندینگ و آنبرکینگ و همه اینا رو بندازید. ترایدنت خیلی من انداختم روش، یعنی برای شما خیلی، مثلا اگه مخصوصا اگه سرور باشید بخواید بازی کنید، هم خیلی مثلا باید خیلی پولدار باشید، خیلی امرالد داشته باشید و خیلی ایکس پی داشته باشید. و الان ترایدنت من فقط تو بارونی کار میکنه. میبینید که الان من با یه ضربه اسلایم رو به راحتی میکشم، انقدر خوب شده. و اونم اگه به من ضربه بزنم خودشونم، اما من که هیچیم نشد، من ضربه دادم دقیقا هیچیم نشد. کیرپه میذاریم، یه کیرپه پشت سر من ترکید. خب الان اون ترایدنت نمیتونم بزنم، من بخوام بزنم نمیتونم، چون بارونی اینجا ریختن سرم، داشتم منو میکشم. منو با این همه اتچمنت اسکرین شات بگیر از این اتچمنت، و مثل کالاف دیگه اتچمنت اسکرین شات بگیر. پرتاب میشه و میسوزه، و اگر سوخت و اومد بهتون زد شما هم آتیش میگیری، ولی هیچیتون نمیشه با این وسایل. تا به من زد پرتاب شد و خودش مرد، چون ترس پوشیدیم. و وقتی که به ماب میزنیم گوشت پخته بهمون میده و احتمالش هست که 2-3 تا هم حتی به اون گوش بده. حالا نمیدونم این چرا نداد، چون لوتینگ گذاشتیم روش. با یه ضربه اینا بزنیم میمیره، یکم قدش کوتاه بد میمیره، ولی خب مرد دیگه. خوشم میگه اون بچهش بود، اینو بزن اگه میتونی.
با یه ضربه میزنیم تا بخواد به ما نزدیک بشه، مرد دیگه، تموم شد. به همین راحتی. اگه شما تو سوروایول باز میکنی خیلی سخته براتون بخواین یه همچین چیزایی بندازید رو شمشیراتون و میبینید که من پرتاب میکنم باش پرواز میکنم، برای همون اتچمنتاشه. و آخر ویدیو عکس و اسم اتچمنت ها رو براتون، اتچمنت های همه رو که نمیتونم بذارم چون خیلی، اگه تو کامنت مشکل داشتید براتون میذارم. اینم که با یه تیر من دارم 100 تا تیر شلیک میکنم دیگه، به وسیله هم پرتاب کنم و وسیله خراب میشه. اتچمنت ترایدنت رو براتون میذارم و بهتون توضیح میدم که کدوم برا چیه. ترایدنت رو من زیاد پیشنهاد نمی کنم چون خیلی لول برد ازم. من که کریتیو بودم، ببین من از دورها که میزنم طرف دیگه میمیره دیگه، هم پرتاب میشه هم آتیش میگیره هم میمیره. ایستم که جلوم باشه مثلا میتره که دیگه خراب میشه. از دورم دیگه من نخورد بزن و میبینی که مرد. این همه. خب بچه ها، خدا نگهدار و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خدافظ. برای بچه ها اینم برای کسانی که تا آخر ویدیو نگاه کردن، اینم تمام از اینا اسکرین شات بگیرید یا اینجا روی کتابی روی دفتری چیزی بنویسید چون خیلی مهمه. خب دیگه خودتون میدونید دیگه چقدر اینا مهمه و کاربردیه و با اینا دیگه هیچ وقت زره ندرایتیتون خراب نمیشه چون مندینگی داره روش. و تمام اینا اسکرین شات بگیرید. بازم میگم و اگه تا اینجای ویدیو اومدی یه لایکی، کامنتی، سابسکرایبی هم بر ما انجام بده، دستت در نکنه. اگرم ویدیویی یا آموزشی میخوای که برای تو آینده بذارم برام تو کامنت بنویس و همین دیگه. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.